ای برادر گلم، به تقلید نمیشه، امکان نداره. ولی او که میگه که هیچ تقلید نباشه، مذهب نباشه، کار خیلی خوبی است که کل ما شما مجتهد شویم. الحمدلله دیگه بعد از باز مذهب دخلته پرتوسش برد. ولی وقتی که کسی قرآن از روی خوانده نمیتونه، از اون مذهب هم بگیری، این مردم ها رو خب بدبخت میکنه. گپ گرفتی؟ یعنی ما شما مردم عوام مذهب هم از پیشم بگی و بگو با قرآن و سنت مراجعه کن، قرآن و سنت هم نفهمی، خیلی چی میشه؟ یعنی ما باید گپ خود تحلیلی بزنیم. تقلید 4 قسم است. 3 قسمش نارواست، حرام است. 1 قسمش واجب است. تقلید عالم از عالم حرام است. عالم باید مطالعه کنه. دقیق شدی؟ به استدلال باید گپ بزند. تقلید عوام از عوام حرام است. یک قریه از قریه دیگه تقلید کنه بره. تقلید عالم از عوام حرام است. ولد فلانه منطقه تو رواج است، مولوی صاحب هم به او فتوا بده. تقلید عوام از علما واجب است. بنابراین ما نمیتونیم که مذهب را برداریم. دقیق شدین؟ ولی مذهب دین نگوین. مذهب سلسله اجتهادات ائمه کرام است که از دین آسان تعبیر کردن تا دین آسان تطبیق شود. دین کتاب الله و سنت رسول الله است. صحیح شد؟ تطویر را باید بپذیریم، تغییر را باید بپذیریم، جامعه را باید رشد بدیم و تکافل اجتماعی را باید استحکام ببخشیم.